اسبابش در دنیا نصیب ما بکنه که عقیده توحید و عمل صالح است. ان شاء الله الله باز میده. الم تر ان الله تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام؟ در تو نمیگم دیوال تو بشنو. چطور تاثیر نکنه؟ چطور آدم الله را نشناسه؟ چطور ای را اقرار نکنه که حق عبادت تنها الله داره که برش شوه نه کسی دیگره؟ در حالی که روزمره مشاهده میکنه نشانهای قدرت الله را. و درس عظیم برای خود انسان است که خود انسان باید او را همیشه برای خود درس جور کنه. کدام چیز است؟ تو نمیبینی ان الله یقینا الله تبارک و تعالی انزل من السماء فرو میفرسته از طرف بالا ما ان آب فسلکه روان میسازه میابه یا نابیع چشمزارها فی الارض در روی زمین ثم یخرج به بعد از میکشه توسط آب زرعا کشته مختلفا الوانه که رنگای مختلف داره ثم یهیج بعد از خشک میشه همی کشت فتراه تو میبینی مصفرا زرد شده ثم یجعله بعد از میگردان الله همی کشتی زرد شده را حطاما ریزه ریزه شده بادی را میورداره از بین میبره. این فی ذلک یقینا در این چیزی که ذکر شد لذکرا تذکر و عبرت است یادآوری است برای سرنوشت سازی لأولی الالباب به کسانی که صاحب عقل است. قرآن برات میگه روزمره درس میده. الله آب روان کرد در زمین هیچ چیز نداشت، زراعت ها برآمد، دانه های متنوع، رنگ های متنوع. پیش گفته بودیم یک آب بی رنگ، لیکن اینجا بی ثمرات و آثار با رنگ های متنوع و مختلف. تو از به قدرت الله پی نمیبری؟ خب لیکن به تو اشاره میکنه که انسان چرا توحید الله را نمیپذیری، چرا میعاد آخرت را نمیپذیری که حساب و کتاب است. برای تو نمایان نمیشه هر سالی گیاه ها پس زنده نمیشه. این دانه ها را کی پس با هم یک جا میکنه و از او تیغ میکشه، از او درخت جور میشه، برگ جور میشه، رنگ میکشه، میوه میده، دانه میده. این را کی میکنه؟ امو ذاتی که گیاه ها را قدرت داره، تو هم قدرت داره که پس زنده کنه. یک اگر الله یکی نمی بود، نعوذ بالله، یک نفر میگفت من در تیر ماه هر چیز زنده میکنم، دیگهش میگفت در تابستان، اختلاف پیدا میشد یا نه؟ لیکن در یک نظم خاصی الله تبارک و تعالی این نظام برقرار ساخته. تو نمیفهمی که برآورنده اینمی دانه ها و زراعت ها یک ذاتی الله تبارک و تعالی است. پس وقتی خالق الله است، رنگده الله است، ثمر بخش الله است، این آب از آسمان الله نازل میکنه، چرا خیر مستحق عبادت کی است؟ خو اشاره به تو هم میکنه که تو انسان هم اینجا کدام زمین دو قسم است. یکی زمینای سخت است، آب در خود جذب نمیکنه، رفته آب در جویا ریخته، خودش هیچ چیز نگرفته، هیچ چیز نیست طاقتش. یکی زمینای است که جاذب است، باران میشه هیچ جو طرف نمیره، اونو زمین است که ثمرش بیرون میبره. تو انسان هم همینطور است. قرآن مثل باران واری که حیات بخش است. باران زمین زندگی بخشید، قرآن به قلب تو زندگی میبخشه. در تو باید تاثیر بکنه، قلب تو را باید جذب بکنه. بعد از آثار اینمی وحی الهی، اینمی قرآن در تو نمایان شوه. از همون خاطر مرد موحد کسی که قرآن در قلبش تاثیر کرده، در عمل کردش، در اخلاقش، در زندگیش ثمرات قرآن مکمل نمایان میشه. مکمل همین رقم بعد انسان باشه. قرآن بعد از تفصیل میکنه برای ما. چطور میگه؟ انجام وقتی که اینمی گیاه ها زرد میشه، باد پیدا میشه، ایره میورداره، گیاه میا وجود نمی داشته باشه. تو انسان هم بهار داری، روز فرا میرسه، خود تو بچه‌شو میبینی، بابایت کجا شد، پدرت کجا شد، مادرت کجا شد، بیبی کجا شد، کاکا کجا شد، عمه کجا شد. روز مرا خوش شده و زرد شده، روان هم هستی. انجام و عاقبتت خود میدانی که اینی حالت است. چرا از بهار زندگیت کار نگرفتی؟ نه امو آب جذب میکردی، چیزی آثار خو از تو میبرامد. قرآن بر ما میگه افمن شرح الله صدره، آیا کسی که فراخ ساخت الله صدره سینه‌اش للاسلام، برای پذیرفتن اسلام، مکمل منقاد شده، میفهمه که بله این نمی نظامی است که مرا برکت میبخشه، مرا سعادت میبخشه. فهو علی نور، این نمی آدم که شرح صدر شده، این بالای نور است، این بالای نور است، روشنی به مثل مرکب بریازی شده. روشنی مرکبش است، هر طرف که میره روشن است، تاریکی ماریکی را نمیبینه. اینجا مراد از نور قرآن کریم است. آیا کسی را که الله سینه‌اش باز ساخته، توسط ارائه دلایل الله را مطالعه کرد، ندای فطرتش را چی کرد؟ کش کرد طرف اسلام، و بعد از نور برش حاصل شد، قرآن خواند، به قرآن نشست، قرآن فهمید. آلی دیگه قرآن بری تو
یک تیکه روشنی است، هر طرف تاریکی ها را توسطش از بین برده میتونی. او این نور از کدام جانب است؟ من ربی، از جانب پروردگارش. این روشنی ساخته بشر نیست که یک روز بطری خلاص کنه، یک روز بالتی خلاص کنه، یک روز خیره شوه. این نور الله هست، قطعا خیره نمیشه. چی تمثیل چی جالب الله میده. فویل للقاسیه قلوبهم، هلاکت باشه، بربادی باشه برای کسی که سخت است قلوبهم، دلهایشان، من ذکر الله، از قرآن دلهایشان سخت شده، در قرآن توجه نمیکنه، نمیپذیره. اولئک، این میتور مردم ها، فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار است. چه تمثیل زیباست. الله میفرماید قرآن با قطره های باران است، حیات بخش است، لیکن هر دل و سینه نمیپذیره. مثل زمین وارد دو قسم است، زمین جاذب هم است لیکن زمین های سخت هم است که نمیپذیره. انسان هم دو قسم است، یکی قلبای است که مکمل باز شده، میفهمد دانه قطره باران میاد بالکل خود برش نرم کرده، چیسته چی دیگه نرم کرده، خود تابع کرده، منقاد کرده که قطره باران بعد نفوذ بکنه. معلوم شد که از قرآن درس است، قرآن تاثیر کسی میپذیره که خود محتاج قرآن بدانه، بفهمه که من به قرآن بسیار احتیاجات دارم. این میره شرح صدر. شرح صدر کی را میگه؟ علامات قساوت قلب این میست عدم انابت است، یکی نعوذ بالله محبت به دنیا، دو و چیسته نعوذ بالله نه تیاری گرفتن برای مرگ است. این قساوت قلب است. کسی که منیب است، کسی که رغبت زیادی دنیا را نداره و آمادگی برای مرگ میگیره، اینی مردم منیب است. شرح صدر از جا میشه، قلبش میپذیره قرآن. بعد از او الله میگه که چیسته فهو علی نور من ربه. اسلام وقتی تو پذیرفتی، منقاد به الله شدی، تعالی روشنی برات، تنها در قلبت نور پیدا شده، خو روشنی برات نیست. با قرآن آشنایی پیدا کردی، عالی نور برای خود گرفتی. قطعی آدم که نور باشه که هم از جانب الله باشه، هر جای نور است. تالی را برق نبود، گوشه ها تاریک بود. عالی برق است، کل گوشه ها برای آدم روشن است. گشتم هم میبینی، ما هم میبینی که از کدام طرف سرت حمله میکنه. کسی که با قرآن آشنایی پیدا میکنه، در درس قرآن حاضر میشه، انشالله حمله ها را اینطور دفع میکنه که پرسان نکنه. مردمایی که در ترجمه قرآن شریک است، اگر 1000 قصه را مولای قصه گوی بکنه، انشالله منحرف نمیشه، میفهمه که اینی قصهش راست است، اینی دروغ. این نور برای هر کس پیدا میشه که در درس قرآن شریک شده. الله میفرماید بعد از او هلاکت برای او کسایی است که دلا سخت شده از ذکر الله، از قرآن الله. دلا سخت از قرآن الله و نموسته که هیچ در مرکز قرآن نمیاد، مانع میشه که در اونجا بروی. اگر بیایم اینی قدر تعصب قطش قطیست اینجا آمده که وقتی که آیتای توحید میآید او را چی میکنه؟ شیطان دیگه هم تیز که در اوسته یک دفعه انفجار میکنه. انفجار میکنه نمیکنه؟ یک دفعه میگه وی اولیاء را قبول نداری؟ همینطور میگه. و از اونجا به تعصب آمده، سینه خود باز نکده که قرآن چی میگه، قرآن چی دستوراتی داره. معلوم شد ما باید به قرآن امیر رقم بشینیم که ای قرآن الله اکبر بسیار احتیاجات برش داریم، باید بفهمیم قرآن کریمه، دل خود سخت نکنیم. الله میگه کسی که از ذکر الله قلبایشان سخت شده، اولئک فی ضلال مبین، مردم در گمراهی آشکار است. چرا در گمراهی آشکارا نباشه؟ گمراهی خب به خاطری است که روشنی الله را نپذیرفته، در مود تاریکی قوم پرستی و نجات پرستی و بت پرستی و قبر پرستی و شخصیت پرستی باقی مانده. خلاص اون نور نپذیرفته. او مبین چرا است؟ آشکارا. آشکارا به خاطری است که کتاب الله خو از جانب الله آمده، او تابع تنظیم نیست، تابع قوم نیست، تابع زبان نیست، تابع رسم و رواج مردم نیست، تابع بت پرستی و شرک پرستی مردم نیست. او ما فوق از همه چیزا. تو را اعلام میکنی و میری نظریه یک شخصه و میری سجده به قبر و میری نعوذ بالله مفکوری که صدها مرتبه خطا میشه تابعداری از او را میکنی. کدام مفکوره؟ که تابع هوا و هوس است، تابع شهوت است، تابع وهم است، تابع چیسته قوت غضبانی است. از او مفکوره تو پیروی میکنی. او مفکوره که از این قیدات و محدودیت ها مکمل آزاد است، او را گذاشته قرآن و تابع از این میشی. امروز از این که گمراهی بزرگ کدام است؟ ببین در کدام مجلسی که قرآن نیست اونجا قطعا نور و روشنی وجود نداره. الله نزل احسن الحدیث، الله روان کرده بهترین سخنه.
احسن الحدیث بهترین سخن کتابا که قرآن کریم است، متشابها که در صداقت و استواری، سودمندی و معقولیت، زیبایی و بگه بلاغت و فصاحتش یکی با دیگه متشابه است. کلی آیات های قرآن کریم یکی با دیگه متشابه است. در چی چیز؟ در مطالب عالی، در صداقت و در راستگویی، در ای که الله تبارک و تعالی را محکم ساخته و استوار ساخته، تحریف و تغییر دیش نمیه، این معقولیت داره، با فطرت و وجدان مناسب است، هیچ نوع خلل دیش دیده نمیشه، فصیح و بلیغ است. کلی آیات های قرآن با هم متشابه است. مثانیه مکرر کرده شده، مضامین گوناگون داره، گاهی وعید است، گاهی تخویف است، گاهی بشارت است، گاهی انذار است، گاهی مثال بیان میکنه، گاهی چیسته امر میکنه، گاهی نهی است. متنوع، مکرر. یا است که مثانیه مکرر است، احکام و وعظا و قصصش مکرر است، یا نزولش مکرر است، یا است که فایده هایی که از این میگیری، لذتی که از این ور داشته میشه مکرر است. هر آیت که میخوانی الله ده لذت داره، زیبا و دلکش است، جذاب است. تقشعر منه، تقشعر مو راست میشوه، میخیزه، بر میخیزه، منه از خواندن قرآن کریم، جلود الذین، پوستای مردمایی که یخشون ربهم، میترسه از پروردگار خود. پوست نمیخیزه، موی هایی که بالای پوست است او از خواندن قرآن میخیزه. اول ترس و خشیت ایره فرا میگیره، بعد از او ثم تلین جلودهم، بعد از اون نرم میشه پوستای امی مردم، و قلوبهم، دلهای مردم، الی ذکر الله، به کتاب الله. اینی نشان امی مردم هسته. برای ما میگه ذالک هدی الله، اینمی رهنمایی الله است، یهدی به، اینمی برنامه هدایت الله است، رهنمایی میکنه به توسط کتاب خود. من یشا، کسی را که الله بخواد، و من یضلل الله، کسی را که الله گمراه بسازه، فما له نیست به او ترادم من هادن، کسی هم رهنما که او را رهنمایی کنه، توفیق هدایت برش بده نمیتونه. قرآن چی میگه؟ الله احسن الحدیث روان کرده، بهترین سخن. ده حدیث پیغمبر هم میگه، ده هر خطبه خود پیغمبر تکرار میکرد. سیدی های مرا نمیاره چی کی سیدی ها را بر کی به مردم از خطبه های جمعه را آورده، یعنی سیدی آورده از خطبه های جمعه. در این مورد بحث داشتیم، فرقه های حق و باطل نشانه هایش چیست، معیار برای شناخت چیست، او را بیان کردیم. در هر خطبه خود پیغمبر میگه چیست؟ اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب الله، بهترین راستترین سخن کتاب کیست؟ احسن الحدیث کیست؟ بهترین سخن کیست؟ سخن الله است. خیر چطور به سخن بهترین سخن آدم گوش نمانه، نشنوشه، نروه برای شنیدنش؟ شما بگوید. قرآن میگه. خب آیا کدام عاقل است که کسی برش بگه که در ترجمه قرآن نرو، بازم او را بری خود مرشد بگیره و پیر بگیره، رهنما بگیره؟ تو را نمیمانه در احسن الحدیث که بشنوی. او دوست است یا دشمن؟ او رهبر است یا گمراه کننده؟ او گمراه کننده است، رهبر نیست. چرا نمیفهمی؟ قرآن برات میگه. خب اینطور کلمات و آیات قرآن کریم است، متشابه است، در صداقت خود، بلاغت خود، فصاحت خود، در جذابیت خود، در لذت حاصل کردن از هر کدامش، در مطالبش که موافقی مکمل فطرت است، معقول است، متناسب است، همه گپایش مطالب قرآن همونطور مطالب است. خب علامش چیست که قرآن آدم بشنوه؟ تقشعر منه جلود الذین، مو بسری پوست میخیزه، استاد میشه. او از او کسانی که یخشون ربهم، خشیت از الله داره، اونو مردم موهایش استاد میشه. ثم تلین، اول خشیت الله در قلبت پیدا میشه قرآن که میشنوی. این گپ یادی نیست. اما مشرکین و کفاری که ضد قرآن بودن که به مجرد صدای قرآن شنیدن خشیت سرشان طاری شده. یک واقعه نیست، به هزارها واقعه است که قرآن شنیده باز دیگه طاقت نداشته که ایمان نبیاره، تسلیم نکنه قرآن. قرآن این معجزه های خیلی گوناگون داره، یکی نیست، به صدها و هزارهاست. و بعد از او قلب نرم میشه. نرم به خاطر چی میشه؟ گوش میمانی که قرآن چی مطلب بیان میکنه. و بعد از او برای چی حاصل میشه؟ دلت که نرم شد، آلی آثار نفوذ هدایات قرآن در قلبت چی میشه؟ آمده رایست، داخل میشه، وجودی تا فرا میگیره. از این خاطر الله بعد از میگه ذالک هدی الله، امی که قرآن در وجود تاثیر کرد، تو را آماده برای
حرکت میکنه که چی باید بکنی، چی عمل انجام بدی، چی عقیده داشته باشی. این نیست هدایت الله تبارک و تعالی. این با قرآن حاصل میشه. از اسماء رضی الله عنها دختر ابوبکر رضی الله عنه سوال کردن که یک تعداد مردم است که وقت آیات قرآن میشنون بیهوش میشن. همینطور گفت نه، او غشیان شیطانی است، نعوذ بالله، بیهوشی شیطانی است. گفت چرا؟ گفت به خاطری که اگر کسی واقعا محبت با قرآن داره، ترس از الله داره، اول موهایش میخیزه و بعد از او دلایش نرم به قرآن میشه. از این خاطر ایرا مفسرین در رد اینمی متصوفی جدید می، کسایی که خود در تصوف منصوب میکنه ما صوفی هستیم، سریع رد این صوفی ها ذکر میکنه. این صوفی ها آیت قرآن 1000 آیت بخونه هیچ چیز هم نمیشه سرش. خب لیکن مدح پیر صاحب بکده کلمات پشتو و فارسی و دری بگو کی فلان خان است و کی مکمل است و کی کامل است و کی حاجت رواست مشکل کشا، او در لاسپیکر میشه اینجام بگوه. این نمیطور حرکتا شروع میشه، گرم گرم او طرف چپاش و سری از او بیفت، لنگی او طرف بیفته، اون کارا شد. حسن بصری رحمت الله علیه میگه سری مردم میگه این مردم سر جذبه میگه دروغ میگه جذبه میگه. خیلی خوب گفتی را ببرید سری موری دیوال بشانی، ای را ببرید در لب لر بشانی و ای را ببرید در لب چا بشانی و بعد از او این ذکر الله را شروع کنی که میفته یا نمیفته. بعد از او معلوم میشه. این بدبختا دین الله را نامبد میکنه به نام ذکر الله. عجیب ذکر است. بازم مردمی ما میگه والا ما کدام را تعقیب کنیم. خب کدام را تعقیب کن؟ تو یک دفعه خوب متوجه شو که اونجا ذکر الله را میبینی یا نه. ذکر الله و نموز که از در قرآن آمده و از پیغمبر نقل شده، سند برش داشته باشیم. تو هم ذکر یک دفعه بیبی. یکی از برادرها آمده بود که نو در کدام حلقه میرم مولی صاحب. خود چی هسته؟ اونجا اینمی چی هسته؟ لا موجوده الا هو، لا مقصود الا. من گفتم امو پیر صاحب تا بگویی در کدام حدیث پیغمبر آمده، فقط همین قدر بگو. بازیرم برش گفتم، من گفتم او باز جواب خود نداره. یک دفعه در رفیقای خود متوجه میشه، قار میشه سرت، برات میگه که یم آبی شده، بزنیشه بکشیشه. دیگه دلیل خود نداره. من گفتم الحمدلله آدمی هوشیار بود که رفته بود گفت پیر صاحب ما کمی ذکر میکنیم، تو میگی ذکر خاموسته که پیغمبر برای ما نقل شده باشه. امی سندش در کجاست؟ یک نفر مرا گفت که شما این ذکر میکنید در کجاست؟ گفت آله قار شد. دیگه گفت که بکشیده که وابی شده. بازو نفرای دیگر هم فهمانده بود که این خود ساختگی است. این مردم ها را فریب میده، ذکرای طور نیست. از کاری پیغمبر علیه السلام در کتابای حدیث باب داره. ابن سنی رحمت الله علیه اذکار یوم و لیله مکمل جمع کرده. امام نووی رحمت الله علیه جمع کرده. پناهگاه مسلمان خو امروز در دسترس هر کدامتان قرار داره. پناهگاه مسلمان قطعا است، اذکار است دیش. مسلمان باید یک مسلمان به پناهگاه مسلمان نباشه و اذکار دعاهایی که از پیغمبر منقول است او را باید یاد داشته باشی. ما ملت خو همیشه خجافظ در دست گشتاندیم. برای ذکر از چی کار گرفتیم؟ دلایل الخیرات، قصیده برده، اینی را خوانده برو، هفت هیکل، شمایل نامه، اینی طور یارا از کار جور کردیم. دین روزم یک ورقه روان کرده بود نه به نام اسم اعظم که 360 این است. لا اله الا الله الجلیل الجبار. روایت است که پیغمبر علیه السلام فرمود. در کدام جای روایت است؟ در کدام حدیث آمده؟ 360 حج کرده باشی، 360 ختمه، 360 غلام آزاد کرده باشی، 360 دینار صدقه، 360 غمگین از غم خلاص کرده ای. نه بعد از او چی گفته؟ هر امتی از امتان تو که این دعا را در عمر خود یک بار بخونه، ای محمد صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ به حرمت و جلال خودم قسم. در یک جای قرآن به حرمت قسم آمده؟ این خودش دروغ است نعوذ بالله. که از او را 7 چیز بدهم. چند چیز میده؟ اول فقر، درویشی از وی دور شوه، سوال چیست نکیر از منکر و نکیر از سوالش به امن میشی، از پول صراط میگذری، از مرگ مفاجات نگاه میشی، چیست دوزخ برات حرام میشه، تنگی قبر تو را نگاه میکنه، از غضب سلطان ظالم هم چی میشی؟ نگاه میشی. دوام یک دفعه بخوان دیگه چی غم داری؟ نه نماز بخوان، نه روزه، نه زکات بده، نه حج. آسان گپ. این روایت، اینی تو روایت است. ایرا میگه کشاندن مردم از دین به بیدینی. کشاندن مردم از دین به بیدینی رو میفهمه. این اسقاط هم کشاندن مردم از دین به چی است؟ نه نماز بخوان، نه روزه بگی. ملا صاحب
چند روپر از مردم قرض کو، ساتار از دستایش دمو جواز کو، در دستمال گیری کو، قرآن کریم در سرش بان، بدی تو در عوض نمازش بخشیدم. و میگه قبول کردم پس تو بخشید. آسان گپ، برو بخیر دیگه، هیچ دیگه نماز نخوان. عجیب است کدام عقل، کدام وجدان، کدام فکر سلیم هم چوره امر بکنه. دین است. قرآن برای ما چی بیان میکنه؟ ما هنوزم خود دا گل زدیم، خود دا تجاهل زدیم، خود اینطور فکر میکنیم با پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستیم. الله از ما سوال میکنه که کتاب برای چی آمده بود؟ این کتاب کجا بیان میشد؟ کی دی رفتی و کی ایره تو عمل کردی؟ قرآن کریم برای ما میگه و من یضلل الله کسی را که الله گمراه بکنه فما له من هاد، نیست کسی برای آدم هدایت کننده. الله که کسی را گمراه کنه قدرت الله که هر قدر تلاش میکنی نمیشه. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب، الله تبارک و تعالی میگه آیا او کسی که نگاه میکنه بوجهه بر روی خود سوء العذاب بد عذاب یوم القیامت در روز قیامت. الله اکبر. معززترین عضو در وجود انسان چیست؟ روی است. روی. اگر یک سنگ بارانک همین شیشه را کس بزنه ترقص کنه کلی تان دستا را در کجا میگیری؟ در روی میگیره. روی دیگه در هر جای بدنیت که بخوره در کسیش نیستی. روز قیامت برعکس است. الله نگاه کنه در روز قیامت دستا پایا زولان است و تو عذاب الله را به چی دفع کرده رویستی؟ بر روی خود. اینجا در دنیا دعوت دین الله را بر روی خود دفع میکردی، ترش میکردی، خود روی میگشتاندی، آنجا به می روی عذاب الله را آتش دفع بکن. این عذاب است. الله نگاه کنه کی است هیچ توان داشته باشه که آتش بر روی خود دفع کرده بره. قرآن بر ما میگه و قیل للظالمین، گفته میشه برای ظالما، برای همین مشرکا، کسایی که از حد تجاوز کردن، نظام الله را نپذیرفتن، ذوقوا بچشه ما کنتم تکسبون، آن چیزی را که انجام میدادیم. ما ظلم نکردیم، خودتان کسب خودتان است، عمل کردی خودتان است. کتاب الله را که تو منع میکردی، تنگ میشودی اگر ترجمه قرآن شروع میشد، پشتری ترجمه قرآنت میکندی که ترجمه قرآن نشوه. امروز دفع کنی عذاب الله را. کذب الذین من قبلهم، نسبت دروغ کرده بود و کسانی که پیش از یا بودن، پیش از اهل مکه. فاتاهم العذاب، عذاب برشان آمده بود به قومای سابقه، من حیث، از امو جایی که لا یشعرون، احساس هم نمیکردن که عذاب کجاست. عذاب کجاست؟ زمینی که فایده از پیش میگرفتن، بارانی که یاره زراعتایشان سبز میکرد، ابری که برشان سایه میشد، سردی می آورد، آسمانی که سر از یاد چت بود. خو عذاب الله که آمد از امون ناحیه آمد که هیچ گمان نداشتن. هیچ گمان. عذابای الله که می همونطور است. اینجا عذاب الله همونطور میاد در روز قیامت. اعضایی که خدمتگزارای تو بود سری تو شاهدی میده. از همون طرف عذاب الله آمده نیست. فذاقهم الله، پس چشانید الله برای مردم الخزی، رسوایی را، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا رسوا شدند. عذاب الله فرا گرفت یاره. ولعذاب الاخرت، عذاب دنیا چیست؟ رسوایی دنیا چیست؟ عذاب آخرت اکبر و بزرگ است.